اکای سفر ماشین کهنه دوره اتحاد شوروی با نام پبیدش را با لطه تن میشوست و با او گفتگو میکرد. عزیزکم، زمانی بود که تو افتخار همگان بودی. حالا باشد از تو دیده نوتر و کمخرجش برآمده است، تیز دوش. ای بیمانه او ای بیزنک، چون که کلون خانه کو زنش این سخنا را شنیده. ای مرده، ای همین ماشین پوسیدگی چی دیده ای که اینقدر نوازیشش میکنی؟ کاش که مرا اینقدر مهربانی میکردی. اوی زنک، از این ماشین بخاطر غلبه ارمی سوویتی بر گرمانی فاشیستی نامش رو پبیده، یعنی غلبه نیادن. خب بعد اینکه یک چرخ این ماشین رو من با این ماشین های حاضر زمانه گفتگی تو این وضع نمیکنم. کاش که همون چرخکاش عربه میکردی، عربه کش میشدی. آی زنه، این سخن رمان و تو میدونی که در این ماشین آدمانی بزرگ، شاعر، حافظ خلق، استاد سید علی ولی زاده، اشور سفر محمد ایوبی، حتی حق نظر غایی سوار شده خانه ادیبان میرفتند و میآمدند. بعد اینکه انا همون پدر مادرت انا همین ماشین را دیده تو را به من لایق دانستند. کاش که از سر نوجوان میشدم و نه خودت نگاه میکردم و نه همون ماشین شلقت. آی زنه، شلقه نگوی. علیه السلام. ای خسپله جان، الان دادر جان نغزه سازی نگو، یک سر قدم خانه بیا، او کار دارم. ای نمو مسئله عروسک یزنت میگم، ای خدا نشانت یزن میشه، اونم ماشین شلقش هم میگمخه. آیا مسئلت خوب دارم گفته بودی که زود بیا زود. شلقه میماند و در درونش نه خرجه میخورد و نه مرد خواه میکند. اوی زنک، شلقه نگوی و هر وقت میگوی شلقه مینه سرم ملقه. در همین جنجال زن و شوهر خسپله حاضر میشود. این توی بیدایره و دبل پیش ما سر شده که از گریخه پدرشی گفته گریختنی میشود که اپاوی از دستانش میدارن. اینجا بیا در جونی در وقتش آمده رسیدی. انا اکنون گوش کن، نه مرا گوش کن خسپله جان. از همین ماشین چی گندگی دیده ها؟ گندگی و خوبیش را حاضر من با تو میگم. نه من میگویم هر دو دستانی خسپله را ریزیم بری میکشن. شد بسه، شد گذرانده نپای از من. مرا گوش کنه، قریب زاد چستم کنه ده. از هم گوش کنه، حاضر من همین یزدن را در ماشین سوار کردم، راست به مرد میبارم. چه؟ مرد؟ دادر جان، عقلت را خورده و چخل یزنه سپاسیت زنده و حیاتت را به مرد میبریم. نه شما مرا نفهمیدید. مرد نه یعنی با هم پاره. انا همین ماشین رو بوده فروخته در بالای پولش من از حسابی خودم سوم گذاشتم یک ماشینی نوی حاضر از زمانه میخره. چی گفتی یزدن؟ اپا جون داره عقلت دادم صدقه. انا کله و من کله روزش آمده روزش او خرج عکسی تو نمیبره مایلش من روزی هر دو ماشین رو از حوله میبرونم. زنک باشد جالب را گرفته پای چرخ ماشین را پاک بیزن میرد و الهی رم پای رفتنت شود و از آمدنت نگفته جای ایستی ماشین را با محلول مخصوص فعلی پاک زن میشود و با انتیسپتیک دیزینفکت کرده بیزرار میگرداند. ساعتی نگذاشته خسپله در دست پولها رو شمرده میاد. انا این را پولی به دردی میلیون میگن بکساش میزند و اپا جون نه که در حقیقتا هم یزدن از شما دیدم ماشین رو دوست میداشته است. باور کنید در درونش در اومده چشمانش رو من گردانه توانسته. دادر جانه از این پس اکنون من رو دوست میدارد. با دوستا که شلقه رو چکار کرده؟ شلقه رو اپا جان شلقه رو به داخل در آورده رزا میده چیده غب
پرس کردن با آهن پرا پرتافتن. نه بسیار کاری خوب کرده. انا که بگویی که یزدت کنی موشی رو پرس کرده پرتافتی. یزدت کو؟ یزدت